اینا میگه من محیط زیست خواهشان شیر کنن تا برسه به دست اصل کاری. سالانه 1 میلیارد درخت سرمایه ملی بخوام بکنن انجام بدن بکنن، ولی درخت هایی که هست به خاطر معدن دارن نابود میکنن. جلو اینا رو اگه نگیره مثل ریزگردهای آواز میشه. اون درخت های روبرو ما، این تپه که روبرو ما هست، حداقل 600 تا درخت از بین رفته. شیر کنن تا برسه به دست اصل کاری. خواهش میکنم نابودی درختان کوه بز به دست مسئولین معدن سیلیس. آقای مسئول محیط زیست، قابل توجه شما یا ها، سنگایی که از کوه ول کردن با لودر آمده پایین، درختها رو نابود کرده. این درخت ارس حداقل 300 تا 500 400 سال 300 سال و بالا قدمتشه. ببینید دوستان، خواهشان شیر کنن اینو بفرستین تا برسه به دست اصلش. پولش آقای احمدی بخوره، دردسر ما باید ببینه. ما خدایا تو شاهدی. این یک درخت دیگه که این آوردن اینجا کنار راه که بعدا رد از کاراش نبشه. خواهش میکنم از آقای مسئول، آقای عثمانی سالاری، آقای عثمان سالاری نماینده محترم، خواهشاً برس به داد ما مردم. بز این کوه را بخورد آقای سراج احمدی، از بین برد.